آقای عدنان عزیز خدا قوت، یه سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید. بفرمایید که چی شد در جریان موضوع یاسین قرار گرفتید؟ سلام دوستان، خسته نباشید میگم به تمام همشهریان عزیزم و هموطنای عزیزم، مخصوصا بچهای زرآباد. تسلیت میگم به تمام بچهای زرآباد و پدر مادر عزیز آقای یاسین. ما زمانی که این حادثه پیش اومدیم از آبادان اینجا که خدمت بکنیم و یه کمکی بتونیم به بچهای زرآباد بکنیم و این بنده خدا رو نجات بدیم، پیدا کنیم، حالا چه زنده چه مرده باشه بتونیم یه خبری بگیریم ازش و پیداش کنیم، پدر مادرش آروم بشن. خدا رو شکر پیدا کردیم اینو و باز میگم که ما الان خوشحالیم و این که پدر مادرش حداقل یه ذره بیقراری در اومدن، همین برامون یه دنیا میارزه. وظیفمون بوده و هر کاری کردیم این نشان انسانیت و برادریه. ما از هر جای آبادان، هر جای دنیا باشیم، وظیفمونه که بیام به همشهریامون، به هموطنامون خدمت بکنیم. ماشاءالله به این اتحاد، ماشاءالله به این اتحاد، واقعا همش نیروی مردمی خودتون بوده. من دیدم، با چش خودم دیدم که واقعا اتحاد داشتن و همه دست به دست هم داده بودن که آقای یاسین رو پیدا کنن که باز خدا رو شکر بعد از 12 روز تونستیم پیداش کنیم. من روز اولی که با آقای عبدالامام اومدیم اونجا، روز اول سر صحنه ناتاشا خانم اون لباس که آوردیم براش بو کرد، رایش کردیم گفتم برو پیداش کن. روز اول مستقیم رفت همون جایی که این بنده خدا داشتن بازی میکردن و شنا میکردن و تا داخل آب رفت، همونجا رو هم بهمون علامت داد. خیلی ها گفتن که احتمال داره جسد آب برده باشه یا جلوتر باشه. متاسفانه هر جا ما میرفتیم ناتاشا ما رو میورد و همون محدوده‌ای که جنازه آقای یاسین بوده و خدا رو شکر امروز پیدا شد. بازم میگم که خدا رو شکر که پیدا شد و این پدر مادر عزیزش یه ذره بیقراری داره. مردم بلوچستان واقعا آدمای با غیرت، با شخصیت، با معرفت، با مرام و مردمدار میکنید نیست. واقعا دوست دارم این صدا به کل رسانه ها، به کل دنیا برسه که چیزی که بقیه میگن در مورد مردم بلوچستان نیست. واقعا آدمای خیلی خونگرم، خیلی با وفا، یعنی تصورش یه چیز خیلی تعجب آوریه، چون قبلا چیزای دیگه ای میگفتن. دوست دارم که همه به اینجا بیان، بهشون اعتماد کنن و واقعا اتحادی که ما تو آبادان دیدیم 2 برابرش رو اینجا هم دیدیم، هیچ فرقی نمیکنه. تسلیت میگم به کل ایران، نه فقط به زرآباد، نه فقط به سیستان و بلوچستان، چون ما همه خواهر برادریم. غم آقای نهنگی غم هممونه. الان هممون میتونیم شب و راحت بخوابیم. واقعا خدا رو شکر میگم واقعا احترامی به ما گذاشتن که اصلا ما رو شرمنده کردن. انشالله بتونیم جبران کنیم، بیان آبادان ما در خدمتشون باشیم. یعنی انصافا من این چند روزی که با خانومم و عموم اینجا بودم میگم که احساس غربت نکردیم اینجا. یعنی انگار واقعا خانواده های خودمونن و انگار چندین سال ما با این خانواده رفت آمد داشتیم، در این حد راحت بودیم باشون.